ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 18. ایشان دعاخوان با تأثیر دعا و تومار خود خلاصی یافتن از زندان را تا 40 روز وعده داده باشد هم تا 6 ماه از این نجات خبری نشد. بندیان بی تأثیر رفتن دعا و تومار را دیده از دعاخوان شکایت سر کردند. به ملا به دعاخوان من هرگز اخلاص نداشتم، لیکن به قطار یاران من هم یک تومار گرفته به کلپوش خود دوخته بودم. گفته یادگار هم به شکایت همراه شد و سخن خود را دوام کنانده. اگر به مصلحت من درایتان، چاره خلاصی مرگ را به گردن گرفتن است. گفته دقتی همه را به طرف خود کشید. تو از کجا دانستی که ما از مرگ می ترسیم؟ داخونده؟ گفته قلندر زرنگریگی یک باره شورید و گفت نیمی این بندیان از تمام مضافات بخارا باشند، نیمی دیگرشان از تومن خژدوانند. همین از مرگ نترسیدن است که ما را به این حال آورده است. ما خژدوانی ها را عراب سواری زنبرنشین می گویند. میدانی که معنی این چیست؟ ما دم قاضی را نمی خوریم، دمی حاکم را نمی خوریم، عزت و بای و ایشان را بجا نمی بیاریم. اگر از بینی بالا گپ زنند، آدمانی 4 حاکم را گرفته می زنیم. البته یک روز نباشد یک روزی دیگر ما را حاکمان به دست می درارند. دست و گردنمان را بسته به عرابه سوار کرده بخارا می فرستانند. در اینجا امیر ما را می کشد. پس از آن خویش و تبار ما آمده مرده ما را به زنبر انداخته گرفته می برند. ناترسی ما تا اینجاست که امروز همین حال به سر یک چند نفر ما می آید. باز فردا یک چند نفر دیگر ما سر برداشته همین کار را می کنیم. تو داخونده اگر یکی از مایان باشی، از مرگ ترسیدن را به میان نیاورده، اگر مگر را یک طرف مانده، گپت را زدن گیر و گوی که به فکر تو راه خلاصی ما چیست؟ اگر به من یک اره، یک تیشه و یک سوهان یافته دهی، یادگار گفت، من همه امان را در 15 روز خلاص می کنم. قهرت ناید که قلندر، همه را مانند خودت یا مانند غژدوانی هایت ندان. بسیار کسان هستند که مرگ را به خواب شبشان بینند می ترسند و کارهایی را که ما کردنیم از ترس خود پیشکی خبر داده بندی ما را سخت‌تر می کنانند. این گپت درست است داخونده، قلندر گفت، لیکن من همه این کارها را علاج می کنم. در اینجا 20 نفر یاران آزموده هستم که سر می دهند و سیر نمی دهند. دیگران که ترسانچک یا ناآزموده کارند از ترس جان خود به ما همراه می شوند. اگر یک بار ترسانده مانیم به خواب شبشان هم این سیر را از دهان نمی برارند. در اینجا اگر کسی برای یک پول گپ کسی را کشته به چاه زندان اندازد، هیچ کس لب وا کرده نمی تواند. چه جای آن که همه ما یک زبان شده سر همان را به قمار مانده باشیم. من به گفته های تو یار، اره و تیشه و سوهان هم یافت شد گفتنگیر. مسئله قرار یافت. برای لب نگشادن دو دیلگان و ترسانچکان هم چاره دیده شد. یک شب پس از فرو رفتن آفتاب در پسکوچه پشت زندان از طرف راه کلان، از طرف غرب یک شخص نامعلوم آمده
از سربازی که در آنجا به پاسبانی ملتق به دست ایستاده بود: اگه 10 باشی غالب خانه به کدام طرف است؟ گفته پرسید. سرباز به آنکه دسته ملتقی خود را از زمین بردارد، روی خود را به طرف آفتاب برا گردانده میخواست او انا در روبرو نموده ایستاده است. گوید شخص نامعلوم ملتق را از دست سرباز در ربود و گریخت. سرباز: دزد را نمانیتان، دزد را نمانیتان، گویان شخص نامعلوم را پیش کرد. سربازان دیگر هم که جا جا به پاسبانی ایستاده بودند از دنبال ملتق دزد دویدند. شخص نامعلوم قریب بود که به دست افتاد، ملتق را به راه پرتافت و به در رفت. سربازان دیدند که ملتق به دست در آمد و دزد گریخت. دیگر جای پاسبانی خود را مانده از دنبال وی پیش کردن را لازم ندانستند و به سر چتمه های خود برگشتند. لیکن وقتی که سربازان جای پاسبانی خود را گذاشته دزد را پیش می کردند، یک آدم نامعلوم دیگر از پسخمی برآمده راه را به پاسبان دیده به یک خیز خود را به بالای تلی زندان گرفته در کمرگاهی پنهان شده بود. این آدم تا یک پاس شب از جا نجنبید. وقتی که شب خوب تاریک شده پاسبانان هم پینک رفتند، شخص نامعلوم از جای پنهان شده خود برآمده خود را به بام زندان گرفت و از سوراخی که از آنجا به درون زندان ضیا و هوا می درآمد چارمغز بر این یک کلوخچه را پرتافت و گوش خود را به دهان سوراخ نهاده ایستاد. شیفراو، به این آواز که از درون زندان برآمد، شخص نامعلوم دهان خود را به دهان سوراخ زندان مانده من خودم گفته جواب داد. یک تا پرتا. شخص نامعلوم: خوب گفته اول تیشه، پس از آن اره و بعد سوهان را به درون زندان پرتافت. صفدر خلاص شد می؟ این آواز از درون زندان برآمد. خلاص شد، گفت شخص نامعلوم. خودت هم احتیاط شو، خاطر جمع باش، گفته شخص نامعلوم خود را از بام به پایان تری تل گرفته در کمر تا حمام بوغ نشست. وقتی که حمام بوغ زده در کوچه ها رفت آمدی مردم سر شد و پاسبانان هم خاطر جمانه خوابیدند، شخص نامعلوم آهسته خود را به کوچه گرفته مانند یکی از راه گذران از پیش پاسبانان گذشته رفت. کار سر شد. بندیان هر شب تا سحر به نقب زنی مشغول می شدند. اگرچه در پای بیشترین بندیان اشکیل باشد هم برای خاککشانی بسیار تشویش نکشیدند. بندیان از دهان نقب تا دهان چاهی که در زمانهای پیش در آنجا هم آدم می انداختند قطار نشستند. خاکی را که از کندن نقب می برآمد به یک جامه انداخته دست به دست یکدیگر گذرانیده به لب چاه می رساندند و در آنجا می انداختند. یادگار در تخمین خود بسیار سهو نکرده بود. بعد از 20 روز سری نقب به پسکوچه پشت زندان نزدیک رسید، به حدی که اگر بندیان به دیوار گوش می خواباندند صدای پای اسب و خر روندگان را می شنیدند. اکنون کار را خواباندند. تنها به طرف کوچه یک سوراخ تنگی که از آنجا کوچه را دیدن ممکن شود گشادند و منتظر وقتی مناسب شده آرام گرفتند. یادگار خرسندی کرده به فرمان می گفت: این است دعای نجات ما. فصل 20. افطار. روزی رمضان. به فرو رفتن آفتاب تخمیناً 1 ساعت مانده است. به گوش روزداران بخارا هیچ گپ نمی درآید و به سرشان هیچ فکری نمی آید.
دقتها به یک طرف کشیده شده است و حواسها به یک نقطه بند است. که نماز شام می شود و در افطار چه ها می خوریم. بنابراین دقیقه به دقیقه ساعت ها دیده می شوند و گونه گونه نعمت ها خریده می گردند. 10 نفر سربازی هم که در پشت زندان در پسکوچه پاسبانی می کردند از این حالت عمومی فارغ نبودند. دهباشی پس از چیده گرفتن مهارج افطار از نفران خود به ریگستان رفت و 2 کاسه انشالله، 4 دانه نان تفتان، 10 دانه خرما، 1 کاغذ ناس شامی و 1 کاغذ تماکوی دختر پیچ قرشیگی خریده آمد. به فرو رفتن آفتاب 1/2 ساعت مانده است. گوشهای سربازان غیر از غوغوی خود دیگر چیزی را نمی شنوند. چشمهاشان هم سیاه رفته ایستاده است. 16 ساعت گرسنگی با بیدارخوابی پاسبانی، خصوصا در زیر خمار ناز و چلیم، کار آسان نیست. لیکن با این همه کوفتگی و بی‌حوصلگی برای یک چیز حاضری دیدن در کار است. برای افطار مشقت 16 ساعته را لذت 15 دقیقگی افطار از دماغها خواهد برآورد. جای مناسب و همواری را از یک طرف کوچه خواسته پاکیزه رفتند. 1 شال قرشگی را هم در آنجا پهن کردند. برای شال 1 دسترخوان پهن کرده برای وی نان و نشالله و خرما را نهادند. خود دهباشی با آب تازه کردن چلیم مشغول بود. برای تماکویی که امروز آوردم باید چلیم را خودم آب تازه کنم. در آن وقت میفهمید که تماکوی دختر پیچ قرشگی چی بوده است. گفته دهباشی میل و رغبت نفران خود را به چلیم شامی 1 بر 100 می افزود. به طرف جنوب، به طرف دروازه زندان هم عیناً همین حال می رفت. در آنجا زندانبانان هم به دوره سربازان پاسبان همراه شده دسترخوان رمضانی را باز هم آراسته‌تر کرده ایستاده بودند. اما در درون زندان دیگرگونه حاضری می رفت. بندیان می خواستند که امشب ثمره 20 روزه نقدکنی خود را به دست درآورند. بنابراین دست کنده و پاکنده ها را که در ویها پا و دست 1 چند نفر بندیان بند بود با اره بریدند. سوهان را به کار درآورده قلف و زنجیرها را مانند ریسمان فرسوده از هم گسیختند. دیوار آخرین نقب را هم که تخمینا 1 وجب مانده بود تراشیده به حالت پوچاق تربوز آورده ماندند. پیشروانی بندیان به دم سوراخ ایستاده چشمهاشان را به دسترخوان سربازان روزه‌دار دوختند. آوازی از آن نماز شام اول از دروازه ارگ از نقاره‌خانه بلند شد. بعد از 1 ثانیه 7 مؤذن منار به یک باره از آن سر کرده با مؤذن ارگ هم آواز شدند. بعد از 1 ثانیه دیگر تمام مؤذنان مسجد و مدرسه های بخارا برابر به فریاد آمدند. غلغله عجیبی در شهر افتاد. لیکن برابر این غلغله شهر 1 حالت کوی خاموشان را گرفت. از کوچه ها پای مردم تماما کنده شد. از هیچ جا نه آوازی پای و نه آوازی سخن انسانی شنیده نمی شد. حتی آنهایی هم که به سر دسترخوان نشسته بودند چیزی نمی گفتند. زبانها بسته، دهان و حلقها گشاده شده بودند. برابر شنیدن آواز اذان ارگ دهباشی چلیم را به دست گرفت. با 2-3 قلاب کشیدن مانند کسی که جان می کنده باشد خر خر کرده به همان جای خود افتاد. دیگری از سربازان چلیم را از دست وی گرفته پس از کشیدن وی هم به همان حال شد. خلاصه در 10 دقیقه 10 نفر سرباز مانندی مرده شده افتادند. حتی چلیم هم از دست کسی که در نوبت آخرین می کشید به زمین افتاده عددی مدهوشان را به 11 رسانید.
در همین وقت با یک لگد زدن قلندر زرنگریگی دیوار آخرین نقب از هم پاش خورد. بندیان هم مانند مرغان از قفس برآینده از سوراخ نقب پرپنک زده برآمدند و مانند بازهایی که خود را به گله کبوتران زنند به گروهی سربازان روزه‌داری به زمین افتاده هجوم کردند و در 5 دقیقه همه‌شان را با تسمه کمربند خودهاشان دست و پا بسته به زمین گذاشتند و ملتق‌ها را به دست گرفته با پس کوچه و تنگ کوچه ها به طرف تک قلعه شهر در میان دروازه امام و سمرقند شتافتند. تا از واقع خبر یافته آدم برآوردن خوشبیگی، بندیانی از بند رسته مانند شیرانی از قفس جسته زنجیر گسیسته خود را در بیرون شهر به درون نیزارها گرفتند و همگی یک جای به یک سو رفتند یا در یک جا ایستادن را مناسب ندیده همگی پراکنده شدند و از تاریکی شب فایده برده یک یک دو به نیزارهای دورتر از شهر جایگیر شدند. از بندیان تنها چند نفری که به این کار دلیری نکرده و از زندان نبرآمده بودند و نیز کسانی که در وقت برآمدن و فرآمدنی از دیوار قلعه دست و پایشان شکست یافته مجروحی سخت شده بودند به دست حکومت امیر افتادند. دیگران همگی به در رفتند. فصل 21 سبب نجات است یا گرفتاری. بر محمد صلوات. از روی فرمایش جناب عالی فضلای و فقرایی که هستید نشنیدیم نگویید. هر بندی از زندان گریخته که به دست کس افتد، هر آدم نامعلوم و سرسری که به نظری کسی نمایان شود باید در حال دستگیر کرده شده به قاضی خانه و میرشب خانه سپاریده شوند. هر کسی که از این فرمایش گردن کشی کند و کسانی نامعلومی شبهناک را به حاکم خانه ها نرساند سرش پادشاهی و مالش تالان می شود. بر محمد صلوات. بعد از 2 روزی واقعی گریختن بندیان، جرچیان در همه بازارهای تومنهای بخارا به مضمونی بالا ندا می کردند. قاضیخانه و میرشب خانه های تومنها از سرسریان و شبهناکان پر شده بود. هر روزه به دست افتادگان را دست و گردن بسته گروه گروه به شهری بخارا می فرستادند. اگر از بخارا برآمده تومن وابکن رفتنی شوید، به نزدیکی بازارجوی وابکند به مسافت 2 چقریم به دست چپتان از راه کلان یک راه باریک جدا شده می شود. اگر با این راه تخمینا 1000 قدم رفتید، از پیشتان یک دیهه آبادی می براید که بر لب جوی واقع شده است و نامش را کافر رباد می گویند. یک شب تاریک وقتی سحری بر وقت در این دیه از یک دروازه کلانی که بر روبروی جوی گشاده می شد یک آدم برآمده مانند بعضی زنان فرنجی پرتافته ما به سر خود جامه را گرفته خود را با آن جامه سخت پوشانده بود. این آدم به لب جوی آمد، در آنجا سیاهی جانداری را دیده یک قد پرید و یک قدم خود را عقب کشیده مانند قهرمان تراشان ترسو با یک صدای لرزشداری بلند کیست؟ صدای نبرآمد. کیست میگویم؟ بیگانه ای آشنا، چرا دم نمیزنی؟ این آدم بازگشته به حولی در آمد و یک کلتگی کلان گرفته زود باز بیرون آمد. این بار به سیاهی جاندار نزدیکتر شده کلتک را با یک دست خود برداشته و با دست دیگری خود گریبان جامه را از پیشترش هم زیادتر برای خود کشیده. کی بودند را معلوم میکنی یا نه؟ اگر معلوم نکنی
چنان میزنم که به نام و نشان مرده میروی. راه گذر گفته سیاهی جاندار جواب داد: کجایی هستی و چیکاره ای؟ باز دهشت کرده: کجایی میگویم، میشنوی یا نه؟ وابکندی. من از 7 ساله تا 70 ساله وابکندیان را میشناسم. خب کی بودند معلوم شد، بیا با من. سیاهی جاندار درختی را که به وی تکیه کرده به یک پهلو نشسته بود دستگیر کرده، خواست که به پا خیزد، اما نتوانست. آدمی جامه بر سر بعد از آن که با کلتک خود سیاهی جاندار را یک دوبار نیخته کرده دید، کلتک را به دست چپش که با وی جامه را بر رو کشیده می ایستاد با دست راست خود به سیاهی جاندار یاری داده خیزانید و از بازویش گرفته به حولی در آورده به سیدخانه خود انداخت. پس از آن به حولی درون در آمده چراغ را افروخته برآورد. سیاهی جاندار را که حقیقتا یک آدمی نامعلومی مردمانم بود در روشنایی چراغ دید و گفت: چرا که بودن و چی بودنی خود را روی راست نمیگویی؟ من هم بیمارم هم گشنه، چیزی به یادم نمی رسد که به شما گویم. آدمی جامه بر سر به حولی درون خود در آمده: آچش، گفت زنش را جیغ زد. لبی چی میگویید؟ گفت زنک. یک کاسه آب و یک تا نان ده، به ما یک مهمانی بی محل آمد. زنک آب و نان را گرفته از خانه بر روی صوفه بر آمده دید که به سر شوهرش هنوز جامه است. نیم شوخی و نیم جدی کرده گفت: ریتان خوش شود شما هنوز آوازی نکردید، باز میخواهید که نام به دست گیرید؟ به شما چی شد؟ رویتان را پوشیده، چشمم نافتد. مرد سر خود را به جامه محکمتر پیچانده گفت: بسیار منه نزن، وقتی این گپانی نان را به یک لطه پیچانده دی که دستم به وی نرسد. مرد آب و نان را برآورده به مهمان ناگهانی خود خوراند، اما باز از وی سخن معینی نشنید. لیکن از مویهای درازی تا به گردن فرا آمده و رنگهای کنده او دانست که این آدم یکی از گریزگان زندان است. بنابراین پس از آبازی کردن به جوی دست این آدم نامعلوم را بسته به اسب خود سوار کرد و به طرف وابکن گرفته برد. اولی پگاه در قاضیخانه وابکن را آب زده رفته ملازمان صف کشیده نشسته بودند. قاضی هم پس از گرفتن سلام ملازمان خود چشم در راه ملازم طلبان بود. ملازمی که از بیرون قاضیخانه به درون در آمده به قاضی عرض کرد: آقسقال دیهی کافررباط کسی را بسته آورده است، اگر رخصت شود به پیش شریعت پناه درارم میگوید. درآرد، گفت قاضی. آقسقال بندی را پیش انداخته درآورد و ملازمان هم همگی از دنبال در آمدند و آقسقال بندی را به قاضی روبرو شنانده گفت: موافق فرمایش عالی این آدمی نامعلوم را دستگیر کرده آوردم. در وقت دستگیر کردنم خواست مرا زده از دستم گریزد، لیکن اول از مهربانی خدا، دوم به شرف دولت عالی و توجه شریعت پناهی به من ضرر رسانده نتوانست. قاضی پس از آن که به طرف این جوانی گرفتار تیز تیز نگاه کرد: تو از گریزگان زندان هستی؟ نه، من آدمی بیچاره‌ام، گفت جوان. کجایی می باشی؟ غجدوانی. آقسقال خم شده به قاضی تعظیمی کرده: شب به من خودش را وابکندی گفته بود تقصیر. قاضی: شبانه در کافررباط چی می کردی؟ برای مردکاری به شهر می رفتم. راه را گم کرده در همان دیه افتادم و خواستم تا روز در آنجا بخوابم. این کس مرا بسته گرفتند. نامت و نام پدرت چیست؟ نامم حسن و نام پدرم محمود است. قاضی
از پیش زانوی خود یک لوله کاغذ را گرفته سر تا پای وی را از نظر گذرانید و باز به بندی نگاه کرده. راستش را گوی، نامت چیست؟ گفت. راستش همین نامم حسن است، گفت بندی. قاضی به یکی از ملازمان خود که به پشت سری جوانی بندی راست ایستاده بود زن این دروغگوی را. ملازم دست خود را کشیده و گشاده به بون گردن جوانی دست بسته یک شطرانی سخت زد. سر جوان از ضرب شطه پیشناک خم شد و کلپوشش از سرش پریده به پیش قاضی یک رویه غلطید. همین که چشم قاضی به درون کلپوش افتاد، دست خود را یازانده وی را از زمین گرفت و توماری را که در آنجا دوخته شده بود در رانده کاغذی را از درونش برآورده سر تا پایش را از نظر گذرانید. چون چشمش به پایان کاغذ افتاد با آوازی بلند: این دعا به نام یادگار ولدی بازار برای نجات یافتنش از زندان نوشته شد، گفته خواند. پس از آن که قاضی به جوان نگاه کرده: اکنون چی میگویی؟ گفت. جوان: اختیار به دست شماست، نصیبه هم همین بوده است، گفت. قاضی: اگرچه این دعا برای نجات نوشته شده باشد هم سبب گرفتاری شد، گفته به سخت نگاه داشتن جوان امر فرمود. قسم سیوم، فصل یکم، حریت. سال 1917، مارت، اپریل. قریب یک ماه است که در زندان گفتگوزارهای بسیار عجیب می رود. حریت می شده است. حریتش چیست؟ حریتش همین بوده است که کسی با کسی از اینجا خیز اینجا نشین گفته نمی توانسته است. این طور باشد ما هم از زندان آزاد شده می رویم گویی چی؟ البته، لیکن مسلمانی از دست می رود ده. چرا؟ زیرا زنان هم فرنجی ها را پرداخته به اختیار خود می شدند، جهودها هم تلپکچه ها و رسمانچه ها را پرداخته با مسلمانان برابر می شدند. کور شود شدن گیرد. حاضر زنانی من و تو به اختیار خود نیستند چی؟ ما چند سال است که اینجا خوابیده ایم، زنان ما باشند به اختیار خود گشتند. حالا مگر حال ما از جهودان بهتر است؟ هر چی شود ما و تو از بند آزاد شویم تا شهری نسوزد کبابی در بیشی نپزد، گفتند. به فهم من به این کار امیر، عملداران وی و ملاها راضی نمی شوند، زیرا هر کس به اختیار خود شود به امیرت کی پول می دهد و این قدر عیش و عشرتش را از بالای کی می کند؟ عملداران امیر باشند با فرمایش جناب عالی گفته مردم را خانه سلات کرده گشتند. در آن وقت مردم میگویند که نه تو در کار و نه امیرت. ملاها حاضر از پشت امیر و وزیر از بالای همه کلانی کرده میگردند. قاضی میشوند، رئیس میشوند، مفتی میشوند و مدرس میشوند. چی میگویی که هرچی میشوند پول میغندارند، میخورند، میپوشند. اگر از بینی بالا گپ زنی سبی نبی شدی گفته به قاضی خانه کشاله میکنند، سنگسار میکنند. چند سال از این پیش قدرت عرابکش را برای پول کرا طلب کردنش جنگ کرده، به قاضی خانه آورده به امیر عرض کننده به اشتر سوار کننده سبی نبی شده از گفته به شهر گردانده سنگسار کرده نگشتند. اگر هر کس به اختیار خود شود به گپ اینها کی گوش می اندازد؟ کی کر و فر آنها را می بردارد؟ اگر هر کس به اختیار خود شود اینها از گشنگی می میرند، از دست آنها کاری نآید. اینها مردی کاری کرده نتوانند، حمالی کرده نتوانند، دهقانی کرده نتوانند و مردم هم به اینها پول ندهند. پس حال اینها چی می شود؟ بنابراین تا جان دارند به این کار راضی نمی شوند.
البته کار به دست امیر و وزیر یا ملاها و سپاها باشد به این کار راضی نمی شوند. لیکن این کارها را جدیدها می کنم می گفتند. شما گفتار 18 را از سلسله خوانش بدیعی از داستان استاد صدرالدین عینی داخوانده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقов.